هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. مادرم 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 مادرم. السلام علیکم دوستان عزیز بیننده های ما. امروز من در دومین روزه رمضان در این ماه شریف امروز به خانواده خالد خاله برای تبریک کردن جشن زادروزشان تشریف آوردیم. از نام فرزندان عزیز، از نام نبیره شیرینشان، از نام کرامدایتی که در شهر مسافرت هستند، از نام فرخناز، از نام الهامکه تبریک میگویم. الله لحظه های خرسندی رو همراه شمایان با هم میبینیم. تایر باشن اگر رفته. السلام علیکم مهمانان عزیز، مادران مهربان، همه شمایان را با این ماه شریف رمضان، با اولین روزهای ماه شریف رمضان تبریک میگوییم. البته بیرون به آب و هوای بهارانه میخواستیم همه شمایان را بیرون تکلیف کنیم. صاحب جشن نیز در بیرون هستند، همراهشان ما نیت‌های نکو را برایشان رسانیم. عذر میخواهیم از همه شمایان، الکی افطاری کردیم، دهنها را با یک لقمه حلال گشادیم. بیرون برآمده سخن‌های تبریکاتی را شنویم، بعد از آن رقص بازی را دوام میکنیم. مرحبا. خالد خاله السلام علیکم. جشن زادروز مبارک. برای نبینید که در این روز فرح افزا، در این روز خرسندی شادباش، در دومین روز ماه شریف رمضان امروز جشن زادروزتان بوده است. جشن زادروز مبارک. ولاد عمر را مبارکباد میگویم. من در وقت افطاری در این خاندان شما تمام خویش و تمام نزدیکان برای تبریک شما آمدند. زادروزتان مبارک باشد. خالد خاله یک تا یابد کنه امروز اسلامی که آمدیم ما. نبیره شوی کدام هستم؟ یک خرسک زنیم برایشان. از نام فرهناز، از نام کرامدایتی، از نام الهامکه شما تبریک میکنیم. آقا سیکسه یک چیز شده امروز بزم جمشیدی را جشن زادروزتان را تشکیل کردند. گفتن یک نیت‌های نغزشان را میشنویم. کرامدایتی صحبت کردیم. مادری بجان برابری من، مادر مهربانی من، آنجانی دعاگوی فرشته خاندان ما،
من چند سالها باز در مسافرت میگردم. الان خاندان ما سر و برش دعاگوی نبیره های من همیشه صحت سلامت باشند، هیچ وقت درد و غم را نبینند، مانند گلهای بهاری همیشه شکوفان باشند. برای خودشان مانند خودشان یک گلدسته زیبا را انتخاب کردیم که هیچ وقت پژمرده نگردد. گفته رویشان مانند همین گلها همیشه سرخ باشد. گفته گلدسته زیبا را تیار کردیم. یک خرسک میزنیم، پیش قدم مادر میگذاریم. مبارک باشد. زادروز مبارک. امروز های داخله از نام فرزندان عزیز برایتان میرسانیم. برای انسانیت مادر برای مهربان شخص نبوده است در دنیا. چقدر که میگفته است هر دوست رفیق خویش و تبار آنها گذران بودند. مادر برای مهربان ذات نبوده است. همیشه شکوفا باشید، همیشه زیبا باشید. دلم خواهد روم بر کوی مادر، دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بگشتم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. در آن ساعت که دلگیرم کجای مادری پیرم، در آن ساعت که دلگیرم کجای مادری پیرم. بیا بینمای تدبیرم که در گرداب تقدیرم. سرم خواهد نوازش های دستانی تو را امروز، دلم خواهد نگاهی گرم چشمانی تو را امروز. دلم خواهد دعایت را، دو دستت را چو دو بالی پرستوها به سوی قبله بکشاده، خدا را از فلک ها بر زمین خوانده. گسیلم کرده ای بر راه های دور، سپس از پشت من گریسته ای در خود فرو مانده. چی دنیای است امیدی تو ایا مادر، ایا مادر. امروز حال داخل جشن زادروزتان مبارک باشد. از نام فرخناز که نبیره شوخ و نبیره دوست داشته ترین شما است. گفتند که من همه ما به دعاگوی فرشته خاندان ما، مصلحتچی، هر یک کاری که ما آغاز میکنیم با مصلحت‌هایشان آغاز میکنیم. ما شکرگزار هستیم که این خیل انسانی نکونا، این خیل آدمی بسیار هم دانا، مهربان، پنجهشان هنر برای ما مهر و محبتی زیاد دارند. دوست می‌داریم آنها جانم تا دنیا باشند، همیشه صحت سلامت باشند. جشن زادروزتان مبارک. البته روز خرسندی مبارک. حاضر برای شما شیرینی را تیار کردیم، کارت ها را پیشکش میکنیم. مرحمت به نزدیک خالد خاله نزدیکتر میستیم. الهامت مرحمت شما تکلیف میکنیم. الهامت جانا شما نزدیکتر میستیم. فرخناز مرحمت. فرخناز مرحمت. مبارک باشد. Порой не всегда везло, не печалься.
الان خیلی مانند یک دسته گلی سبد شما یک دسته گلی سبد خاندان هستید. امروز جشن زادروز مبارک. کنی نیت های نقضشون رو سنویم کنی مرحبا. خیلی من امروز اویتیما روزی تولدشون الهی همه خیلی روزای نقض بشنیم روزی من ایدی رمضان الهی سوق سلامت همین اویتین چقدر خدا عمر دادگی باشد 100 ساله شوند همه وقت سری مهم با همه خیلی خوشی خورسن سری بچه هاشون و نیوره و ایوره همه وقت توی تماشا با همه خیلی خورسند گردن رحمت تشکر میگویم. خوش سرای آیتی مرحمت شما هم تکریف کنیم. دیرکتوری مکتب با فکرم خطا نکنیم. دیرکتوری مکتب مرحمت. سلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز ما همه یک جای زادروزی خواهرم خورده بودیم و هم دیگر شده من امروز روزی خورسندی کرد ایستاده‌ایم. روزی تولدتان مبارک شود اویتی. همه وقت سر بدارید. روزهای همه وقت شکرانه هم نمزدین روزهای نقص و هم ما قطعا نمزدین شده امسال همچاقی هم آمده انزلی ای زیادش کتی تبریک کرده یک دیگری دوره یک دیگری بشته همه وقت صاف سلامت گردی برای عبدالله کلام کرده همه وقت دوامه شده گشتنشون رو من میخواستم خوش آمدیتان رحمت. تشکر مبارک باشد روزی خورسندی مبارک و البته از نام نویره ها یک تویت نیت های نظر رو میشنویم مهرنگ سر میکنن مرحمت. السلام علیکم مهمانان میزبانان خوش آمدید به این درگاهی آنا جانم. هر یک قدم های شمایان را خوشگذاری کرده شخصا از نام خودم از نامی که در راه مسافر فرزندانشان هست آنا جانم را با روز مولودشان از صمیم دل مبارک نموده برایشان از درگاه ضد پاک صحت و سلامتی و تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم. بگذار همیشه سربلند و خانه آباد باشه. تمام آرزوهای نیتهای نیکتان جامعه عمل باشد. این شبی تروشدویی بارانی کلبه مادرم به یاد آمد. بام او چکید زیباران ها در دلم عالم بداد آمد. در چنین کلبه فقیرانه با دلی راست مادرم دارد با کودکانش به هر کجا رفته مانده در کنج خانه تنهاست. شاید او با امید عفو گناه رمضان از تو روزه می دارد. وقتی افطار چپچک شیبدار هیچ بر گوش او نمی فارد یا که در جای نماز فرسوده ذکر الله می کند در دین یا زی پروردگار می خواهد که زی جنت دهد ورا منزل. باز یک بار دیگر آنا جان زادروزتان مبارک باشد. تبریک سردار چین یک ترازه یاتون برازه. آقایان تبریک میکنیم سردار چین یاد داشته یاتون برازه. رحمت تشکر میگویم. خالد خالد امروز جشن زادروز بار دیگر مبارک از تمام روی دنیا فرزندان که در مسافرت هستند شما تبریک میگویم. همیشه صحت سلامت باشه و صحت سلامتی شما هیچ وقت چشم نرسد. ببینید که در ماه شریف رمضان آسمان ما مصفا آب و هوای تازه و زیبا باید که رقصیم خرسندی کنیم شادی کنیم سرودهای شیخ تیار کردیم با راهبر شمایان تمام امروزه مهمانان رو رقص و تکلیف میکنیم رقصیم و خرسندی میکنیم. زادروزتان مبارک خوش آمدیدتان میگیم مرحبا. 怪音模式
Show
You're
امروز روز خرسندی بود است. سورپرایز بالای سورپرایز. این گل وقتش که پژمرده میگردد و یک جا کشته میمونه. امروز برای شما از خود شویتسیا، از آب آزادکه، از آب کلیم پاسوی خاندان هزمی تمام شود گفته برای شما علامید بوکتی شخصی پرسانده نه تا خرسک زنی کارک شما مرحمت من پیشکش میکنیم تقدیم میکنیم نبیره و بلاکه یک جایه تناول میکنیم مبارک باشد مبارک باشد مرحمت همراهشان رسم بگیریم بعد از آن دامون جواب مرحمت من بیننده های عزیز تماشابینان امروز بزم زیبا روز خرسندی را در این ماه شریف رمضان اولین تبریکات را به هر شمایان پیشکش کردیم. با ما باشید با شبکه شهنان امروز جشن زادروزی خالد خاله را پیشکش شما کردیم. تشکر.